ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватонони гиромӣ. Ин ҷо донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад. бояд қайд кунем ки дар таърихи 76-солаи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ нахустин маротиба дар ин донишгоҳи бонуфуз шӯрои диссертатсионӣ таъсис ёфт. бо фармоиши комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2021 таҳти рақами 348 ин шӯро таъсис ёфт ва умедвор ҳастем ки фаъолияти хубе дар ин минтақа хоҳад кард. бояд қайд кунем ки шӯрои диссертатсионии донишгоҳи давлатии Кӯлоб аз рӯи дарёфт дараҷаи илмии доктори фалсафа, доктор PhD ва оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогика ба фаъолият шурӯъ мекунад ва имрӯз нахустин ҷаласаи он дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб баргузор мегардад. имрӯз бо кӯмаки бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки бо дастури махсуси худ бо яъне дар худи Тоҷикистон ташкил кардани комиссияи олии аттестатсионӣ ин воқеан хизмати бевоситаи ҷаноби олӣ аст. то ки мардуми Тоҷикистон اون نفرایی که با علم داده شدند و میخوان در علم زندگی آینده خودشون پیوست کنند
یعنی سرگردان نشده بیرون از تاجیکستان نرفته در همین مملکت خود در دولت خود دفاع رساله نامزدی و دکتری کرده باشد. ما وعده داده بودیم که در این مؤسسه کهن بنیاد، واقعا یکی از مؤسسه‌های کهن بنیاد کشورمان است، یک شورای دیسرتاسیونی سازمان داده باشیم و همین روز فرا رسید. از بس که این لحظه ها مرا هیجان زیر کرده است، در هفته اولی سال میلادی قرار داریم. من شخصا از نام خودم، از نام کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک شما را با فرارسی سال نو میلادی صدقاً و صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم و به شما پیش از همه سلامتی و در تیار کردن کادرهای واقعاً ارزنده برای طلبات بازار جهانی جوابگو موفقیت و آرزو دارم. استادای گرامی، تأسیس دادن شورای دیسرتاسیونی کاری سهل و آسان نبود، ولی یک چند عامل ها بود که ما در اینجا باید شورا تأسیس میدادیم. اولا زمینه عامل های تأسیس دادن شورای دیسرتاسیونی از آن برمی آمد که یک کمیسیون با صلاحیت مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان تفتیش کرد، سنجید و مکتوب رسمی به کمیسیون وارد شده بود که برای دستگیری کردن کادرهای علمی تکنیکی دارای تخصص عالی ما هم از جهت تا جایی که سندهای معیاری امکانیت میتواند دستگیری کنیم و از جمله دانشگاه آوازه‌داری شهر کولاب هم در اونجا ذکر شده بود که از نرسیدن کادرهای دارای تخصص عالی تنقیصی میکشد و همین گونه در یک چند ولایت‌های دیگری که ما مکتب‌های عالی داریم اونها هم از کادرهایی که دارای تخصص عالی باشند، نامزد علم باشد، دکتر علم باشد، دوچنت باشد، پروفسور باشد، واقعا تنقیصی میکشد. همه شما میدونید در دوره شوروی همگی 9 مکتب عالی داشتیم، امروز تعداد آنها از 40 هم گذشته است. به همین خاطر امروز برای تیار کردن کادرها جمهوری واقعا هم نیاز دارد. به همین خاطر من اول همین اساس حقوقی شورا را به شما ارائه کنم و باقی بعد صحبتمانه دوام میدیم. خب، مطابق بندهای 9 و 18 نظامنامه مؤسسه دولتی کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و بند 15 نظامنامه شورای دیسرتاسیونی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 ایون سال 2021 تحت رقم 267 فرمایش میدهد. خب، شورای دیسرتاسیونی اوید به دریافت درجه علم دکتری فلسفه PhD دکتر از روی اختصاص، خیلی بید ایناش من نخوانم، یعنی در سمت تحصیلات و پداگوژیکا در نزد دانشگاه دولتی کولاب به نام ابابلوی رودکی تأسیس داده شود. خب، اون قسمت دیگرش وای نمی کنم، لیکن یک قسمت قراریش که برای کمیسیون نهایت ضرور است از فرصت مناسب استفاده بوده. همین من با شما گوشرس میکنم که ابتدای فعالیت شما از همین آغاز میابد و من بعد در دوره همین کار کردن در کار. هیئت شورای دیسرتاسیونی 15 نفر حسابیده شود. خب، میرعلیزاده عبدالسلام مصطفی رئیس شورا، پروفسور دکتر علمای پداگوژی بنا رومنو. خب، قربانوف عبدالرحمن شیرویچ معاون رئیس شورا، پروفسور دکتر علمای فلسفه از روی اختصاص. ما به خاطر آنکه عبدالرحمن شیرویچ سالهای زیاد در سمت معارف کشور زحمت‌های بارز دارد، بسیار دستاوردهای علمی زیادی هم دارد، یکی از متخصصان حرفه‌ای در همین سمت می باشد و تمام برد و باخت ساحه معارف کشور
از این دیده بهتر کسی نمیداند. من این با اطمینان کامل میگویم. رفیف سفرخان ایوبویچ، کاتب علمی شورای دیسرتاسیونی دوچنت. عبداللهیف محمود خولویچ، اعضای شورا دکتر علم‌های تاریخ. خب مالی محترم ما خیلی خوب میدانم رساله نامزدیشان شاگرد شادروان مایاشان نظرشریف هستند. سمت معارف کار کردگیند. از روی انتشاراتشان به شورا شامل کرده شده است. خب اشور و شهلا کنوبیونا، خب بسیار خوب، اعضای شورا دوچنت شینید. گلمادوف فایز، خب حاجت به معرفی نیست. ما همراه در همین درگاه یک وقتای همکار بودیم، یک جای فعالیت قریب برابر آمده بودیم. در پژوهشگاه رشد معارفی وزارت معارف سالهای زیاد کار و فعالیت میکنند و یکی از متخصصان شناخته در جمهوری در سمت تحصیلات هستند. غلاموف اسلام، معلم محترم هم به معرفی نیاز ندارند. یکی از شنید معلم محترم. خب برای همین جای شک و شبهه نیست که این شخصیت ها برای تیار کردن کادرها تمام قوا و استعداد خود صرف خواهند کرد. خب عبادوف محمدالله عارفویچ، بار دیگر معلم محترم من شما را چند بار آمدم پرسیدم، شما گفتند کمتر بیمار هستید. من بسیار خوشم آمد که شما در روبروی ما هستید، با صحبت خواهیم کرد. من شخصی که سالهای زیاد در اینجا زحمت کشیدند، خب نایب رکتور کار کردند و یکی از متخصصان ارزنده هم هستند. من از همون دوره خاطرها مانده است. معلم محترم مرحمت چنید. خب عزت الله کوگان، خب من وای کردم در کار. به هر حال من برای چی نامو را گرفته شده، من باید خودم دانم که اشتراک خفه نشوید. دوستان گرامی، ما هر یک دیسرتاسیون که میاد ورقه حاضر شوی داره، ما همون از نظر میگذرانیم و همچنین در نوار ثبت ویدیویی است. ما همون را همش نظارت میکنیم. این کمتر وایس برای همین خاطر از ابتدا من اینم گویم شما به. خب معلم عزیز عزت و محبت عنایت فرمایید. معلم گفتن مرا میشناسید، ما در پهلوی کافدر شما خط میبردیم، آشنای دوم میرفتیم. چرا نه؟ مرحمت چنید. خب جمعه خان علیمی، خب معلم محترم همراه ما اسپرانتور رفتن. از گروه ما اولین نفری که دکتری حمایت کرد علیمی بودند. خب میرزایف سلیم سیدعلی. خب معلم محترم بار دیگر سلام. من از دیدارتون سالهای زیاد شد ندیدیم. خب سیدزاده بحرالله، اعضای شورا پداگوگیکا پسیخولوژیا. شما از دانشگاه قرغن میلی؟ خب خولنظرف، آفرین معلم محترم شما دید. خب یونسوف نفیسه خان، حالا که تجربه معین هم حاصل کرده گیند، رئیس شورا کار میکنید. حاضره میکردید؟ نه چی با؟ خب نباشد دیگر سخنو را من میگویم. من میخوام همین اساس حقوقی من میخواستم این لامینات کرده که این وای است تاریخی در تاریخ دانشگاه این باقی ماند محفوظ نگاه داشته شده.